با فرا رسیدن فصل تابستان در مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی شهر گلستان موسم آب و تابدهی کودکان آغاز گردیده. با رعایت طلبات سانیتری بهداشتی و توصیه‌های متخصصان ساحه تندرستی عملی می‌شود. هدف اساسی این تدبیر تحکیم سلامتی کودکان و فراهم آوردن شرایط مساعد برای انکشاف جسمانی و روانی است. در این دوره در مؤسسه‌های تا مکتبی مشغولیت‌های تربیوی و ورزشی، بازی‌های شوق‌آور، سیر و گشت در هوای تازه، مشق‌های جسمانی و چاره‌بینی‌های فرهنگی و معرفتی برگزار می‌گردد. همزمان به تامین غذایی با صفت، رعایت بهداشت و بی‌خطری کودکان توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود. در دوران 35 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان مؤسسه ما نیز برابر دیگر مؤسسه‌های تا مکتبی آباد گردیده است. ما در دوره سالم گردانی کودکان را بسیارتر در هوای تازه می‌براریم و با بازی‌های آفرین بازی می‌کنند. موسم آب و تابدهی برای کودکان اهمیتی بزرگ داشته به تحکیم مسئولیت ارگانیسم، رشد قابلیت جسمانی، مطابق شوی به تغییرات اقلیم و آمادگی آنها به تحصیل در زینه نوبتی تعلیم مساعدت می‌نماید. محض در همین دوره کودکان ملکه‌های معاشرت، مستقلیت و همکاری را نیز بیشتر از خود می‌کنند. باید گفت که سالهای اخیر در شهر گلستان به رشد ساحه تحصیلاتی تا مکتبی توجه خاصه ظاهر می‌گردد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، مؤسسه‌های تا مکتبی تعمیر و نوسازی شده، با تجهیزات معاصر، واسطه‌های تعلیمی و بازیچه‌های زمانوی تامین کرده می‌شوند. همچنین برای بلند برداشتن سطح کسبیت مربیان و بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت تدبیرهای سودمند عملی می‌گردد. در مؤسسه ما 275 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده‌اند. ما برای کودکان شرایط ضروری را پورا تامین نموده کودکان را با ترمیوه‌ها با غذای سالم پورا تامین می‌نماییم. امروز رشد ساحه تا مکتبی یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولت به حساب رفته. برای تربیت نسل سالم و صاحب معرفت زمینه استوار می‌گذارد. کودکان امروز صاحبان فردای کشور میباشند و فراهم آوردن شرایط ارزنده تعلیم و تربیت برای آنها عامل مهم پیشرفت جامعه محسوب می‌یابد. از این رو موسم آب و تابدهی در مؤسسه‌های تا مکتبی شهر گلستان با سطح بلند مسئولیت ادامه داشته برای حفظ سلامتی رشد همه‌جانبه و تربیت شایسته کودکان شرایط مساعد فراهم آورده شده است. مستان محیدی لازاده، غالب عبدالغفارов، حبیب ابراهیم زاده، اخبار.